هزاره که مثل شما سلی رحم داشته باشه، حس مالکیت از او خاک داشته باشه و بالاخره خود در درد مردم افغانستان و در درد مردم خودش شریک بدانه. ما خاک پای چنین هزاره هستیم. جهان سپاس مرد بزرگ. علی جان مهربانی وکړه، قربانتان. سلام احترام به همه، آرزو دارم همه خوب باشین. من اجازه دید یک تلاوت کوتاه بکنم به خاطر این خمیره دردناک که بالای هموطنای ما رخ داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين اذا اصابتهم مصیبه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. خدایا شر ظالمین به خودشان برگردان. هموطنهای ما در هر جای هستند در حفظ و آرامش خود نگه دار. روح همه شهدای این حادثه و تمام شهدای کشور ما از تمام اقوام شاد بگردان. به تمام خانواده شهدا آرامش و صبر زیاد عنایت بفرما. برای خود شهدا و تمام شهدای افغانستان علل خصوص این حادثه وحشتناک و جنایت پاکستان که رخ داد بالای افغانستان، بالای مردم ما، خدای تمام شهدای ما رو کنج شهید شدن با آرامش برسان و علو درجات در بهشت برین کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکان و مأوا عنایت بفرما. آزادی، آبادی، ترقی و پیشرفت و صلح و سراسری و ترقی و امنیت سراسری برای تمام هموطنان ما در هر جای هستند، خصوصا در افغانستان عنایت بفرما. تمام دشمنای ما در هر جای هستند، خصوصا پاکستان، ایران، کشورهایی که نمیخواد مردم ما، هموطنای ما در افغانستان آرام باشه و کشور ما ترقی بکنه، خدایا کلشان نابود بگردان، شرشان به خودشان برگردان. از صمیم قلب تمام شهدا را روحشان آرامش برش میخوایم و تمام خانوادهشان صبر زیاد میخوایم. و این غم هموطنای ماست، غم تنها یک پشتون نیست، غم تمام یک تاجیک نیست، یک ازبک، یک هزار نیست، غم تمام ملت ماست. و این جنایت های سالهایی که متاسفانه اشرار خصوصا پاکستان بالای وطندارای ما انجام دادن، قربانی گرفتن از وطندارای ما، خدای عاجزانه در این ماه مبارک رمضان میخوایم ازت که به برکت حرمت قرآن شریف و تمام پیامبران، خصوصا پیامبر العظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
دشمنای ما اگر قابل هدایت است هدایت بفرما، اگر نیست خدای زودتر نیست و نابودشان بفرما. ما دیگه توان این میره نداریم که صبح تا شام هموطنای خود دفن بکنیم در این شرایط وحشتناک، در این آب و هوای سرد، در این ماه مبارک رمضان. عوض اما کشورهای مسلمان بر ما همکاری بکنه، یک هدیه بیارن ما برشان هدیه بدیم، یا متاسفانه بم بر ما روان کرده. و ما از صمیم قلب این غم وحشتناکم از تمام اقوام افغانستان که در این جغرافیا خون دادن، خصوصا حادثه علمناک و وحشتناک و جنایتکارانه پاکستان از صمیم قلب محکوم میکنم. و اینمی غم تمام اقوام افغانستان است. برای تمام شهدا آرامش میخوایم، برای خانواده صبر زیاد میخوایم.